سلام بچه، حالتون چطور؟ من هنوز خبر ندارم، پس گیر ندید به من. اوکی. نه نمیبازم اگه بیفتم. اوکی. اما همه من دیگه خدا رو شکر کاری کرده نتونیم باشه همیشه بجنگیم، فقط و فقط اوکی. الان چی میشه؟ خب خوبه دیگه، اینجا تموم شد. چیه اینجا مونده؟ من اینو نکشتم؟ خدایش من اینو نکشتم؟ به خدا یادم من اینو کشتم. من خدایش اینو کشتم. در هر حال اوکی. خب الان چی؟ شاید این بالتر نمیره. آها بعد نه خدا شکر اون بالا، فکر کردم اون پایینی هست. وای اگه اون پریدم اون پایین میمردم. شت. خیلی خوب. اوکی الان چی؟ اینم عالی، بسیار عالی. نمیدونم چرا حس خوبی نمیگیرم اینا رو میکشم، یه عذاب وجدانی بهم دست میده. اصلا حس خوبی نیستش. حتی خب این که تنها چیزی که بهم دست میده همین حسه. حالا چرا جون داره بهم اضافه میشه 27 یا خدا منو پرواز بدید. بله منطقیه، همه چی منطقیه تو این بازی. اوکی. آهان اوکی. وات چی بود؟ چی شد؟ اگه کسی فهمید لطفا به من بگه. این یه تیکه رو در نصفش باز شد، نصفش همون چی دیگه. منطقیه، همه چی منطقیه، همیشه منطقیه. خیلی خوب. اوکی. یا خدا بعد بپریم اونجا. اوکی میرسیم. ریدم، رسما ریدم. خدایش چه غلطی کردم. ریدم. اوکی اعصابم خورد شد. نه بمیرید.
این بار من تا تهش میره. آها الان میشه استفاده کرده. آره خیلی خوب. اوکی. آها با این نمبر بدون. ماشاءالله به این تیراندازی. ماشاءالله. چی دیگه؟ عالی. خیلی خوب. اوکی. تا الان که چیزی در نیومده. اینا رو میشه چیز کرد؟ نه اون چنان دمیج نمیره. یا خدا 17 تا دمیج. آخه نامردا شما یه ذره چیزی با شمشیر باید بشکنید. این نامردیه. شانس منه. اوکیه من با شانس من باشه منطقیه. ای بچه ها. هی اون چیه اون بالا؟ اونو میشه انداخت یا نه تو سرمون ما رو بکشه؟ نه این منطقیه. اینو باید اینا کلیشون پر آذوقه باشه. این چیه؟ آها با شمشیر میشه شکستش. خدا رو شکر این یکی با شمشیر میشه شکست. یه جعبه بدی نیست. جعبش بدی نیست. اوه چه دمیجی میزنه این بازیکن. و بله آها اینا باید چیکار کنیم؟ بچه هم پیما رو نایده بگیرید. ببخشید این چند تا هم کلاسیه خیلی باشور دارم. حتی خب نمیشه کارش کردی برای گروه کلاسیه. خیلی خب الان چی شد؟ آن آب اومد پایین بود. اوکی این در باز میشه الان. خوبه. اوکی در باز شد. خوبه عالی. وای خوبه. اولیش خوب ترکید. نه هدف گیریم بد شد. ای بابام پایینی چه مرضی داره. بمیرید دیگه بچه. من این کشتن اینا رو سعی میکنم چون قرار یه روبینا رو فقط بکشیم. اوکی بالاخره مردن. آی من مردم تا اینا بمیرن. اول بریم میبر این ور جعبه است. همیشه اول جای بیت که جعبه است. حتی اگه تله باشه. تله بود که چه بهتر. یه ایکس پی هم وسط نصیبتون میشه با کشتن نوبا. اما اگه هیچی. خیلی خوب. اینا که انفجاری نیستن بزنیم به ترکیم. من نمیتونم تشخیص بدم. خیلی خوب. اوکی خب خرجونه نمیشه کاریش کرد. خرجونن گاویسو. اوکی خب اوکی خب الان اینجا که مارک کردم این جلو یعنی باید همینجا باشه. یا خدا مگه اینجا مراحل آموزشیه ده خداییش. من یکی دیگه این بازی رو درک نمی کنم. یکی این بازی رو درک کنه. درک من تموم شد. او این همون رپتوره. آره این همون رپتوره. بکشیدش. تیکش کنید. این دیوونه است. باید بکشیمش. دزد قاچاقچی. چجوری رفته اون ور حالا؟ واقعا من یکی دیوونه شدم. این چرا اونقدر دوره؟ خیلی خوب به هر حال. اوکی الان میخوایم
مرد یعنی چی؟ تموم شد. تاثیرگذار بود، تکان دهنده. اصلا کلا شما همه چی رو با همین. اوکی؟ خیلی خوب. الان قراره چه کار کنیم؟ من که چیزی نمیدانم، کلا هیچی نمیدونم. خیلی خوب. اوها اینم جوابمون. آقا ما از اول مثل همین اومده بودیم. خیلی هم ممنون، خیلی هم عالی. و بچه تا یادم نرفته شما لایک و سابتون رو بکنید تا اینجای ویدیو. اگه دیدید باید لایک بکنید. خب بذار ببینیم رکورد تا الان چجوری. یا خدا آخه این شوخیه. اچا کلن ویدیو بی صدا بوده. اوکی عیب نداره دیگه، نمیشه کاریش کرد. بچه ممنون که تا اینجا ویدیو دید. لایک و فراموش نشه و خدا حافظ.